داداش یه معما میگم، اگه جواب دادی یه صدی خشک بهت میدم، اگه نتونستی جواب بدی یه 50 تومن ازت میگیرم. باشه معامله خوبیه داداش. این یه فندکه بگی دستت. خب توی اتاق سرد و تاریک گیر افتادی، یه شمع اونجاست یه شومینه و با این فندک هم فقط یک بار میتونی روشن بکنی. کدومو اول روشن میکنی؟ اول شومینه رو. نه اول فندک رو روشن میکنی. ممنون. صحیح. خب یه معما نه نمیخوام دیگه، پاشو کافیمه. نه خب گوش بدین، یکی به سودته. اگه معما رو جواب دادی همین 51 که بهم دادی رو بهت میدم، همین صدی که قبلا گفتم. اگه جواب ندادی 50 تومن دیگه ازت میگیرم. اگه اینجوری باشه اوکیه. بگو این جمله که میگم راسته یا دروغه؟ باشه. من همیشه دروغ میگم. راسته یا دروغه؟ اگه بگم راسته که داری میگی همیشه دروغ میگی. اگه بگم دروغه خب داری راستشو میگی. لعنت بهت. لعنت بهت. مرسی عزیزم، انشالله برات بشه خیر و برکت. تو هم داری خوبی میکنی، هم داری دل داداشت شاد میکنی. بازم معما داری؟ طمع کردی؟ نه یه معما دیگه بگو. اگه نتونستم جواب بدم 200,000 تومان بهت میدم، ولی اگه تونستم جواب بدم کل پولا رو پس میگیرم. باشه. 3 تا در جلوت داری. خب یکی دریه که رو به آتیش باز میشه، یکی از درها به روی قاتل باز میشه که مسلحه و به محض ورودت شلیک میکنه. اوکی. اون یکی هم رو به یه ببر خیلی گشنه باز میشه که 3 سال غذا نخورده. کدوم درو باز بکنی امتره؟ دری که قاتل توشه. وقتی تیر میزنه جا خالی میدم. نه در سوم. ببر 3 سال غذا نخورده، 100% مرده. عجب خریم. متاسفانه خانواده‌ای داریم خیم پرور، میشه خوب کاسبی کرد. بیشور درست حرف بزنه. اون فندک چیه دسته؟ این بابا برای معماه. بله معمایی که برای بابا حل شد. بابا جان طی کرده بودی. بله حواسم هست عزیز دلم. این مچگیری میلیون ها برای من ارزش داره. بابا به خدا این داد به من. مرسی. تنهاتون میذارم تا با هم اختلاط کنیم. یه لحظه وایسا توته است. بابا توته است. داداش برات آب آوردم. مرسی. واقعا داداشم پسر خوبیه. دیشب گفت ببرم شهر بازی. کاش امشب ببرمش. پارک آبی هم دوست داره. نه ولش کن. کاش 200 تاکسی بدم بهش. نه 400 خوبه. خفه شو دیگه. ببخشید. داداش من همین الان یه کاری میکنم که بگی نه. اگه نگفتی نه 50,000 تومان بهت میدم، ولی اگه گفتی نه 50,000 تومان بعد بهم بدی. باشه. خب 3 تا در هست، آبی، قرمز، سبز. کدوم رو باز میکنی؟ در قرمز. ای بابا. خب پشت در قرمز 3 تا میوه هست، موز، پرتقال، سیب. کدومو میخوری؟ پرتقالو میخورم. ای بابا تو اینا بلدی داداش. نه به خدا اولین باره. مرسی داداش. 99. این کار نکن عزیزم، نپری پایینا. 99. فاصله بگیر بیا صحبت کنیم، هر چی بخوای برات میگم. 99. یا تو میریم با هم بستنی میگیریم با هم میخوریم. خوبه؟ 99 چیه؟ 99. بهتره دیگه اینقدر نگی 99. نرده فاصله بگیری بیای صحبت کن. گوشی بگیر. 99. یه بار دیگه بگی 99 از اینجا میپرم پایین. 99. داری با من بازی میکنی؟ فکر میکنی از اینجا نمیپرم پایین؟ آره 99 تموم میپرم. 100. بچه‌ها هر کسی سوال من جواب بده میذارم بره خونه. کدوم گوسفندی بود اینو پرت داد؟ من بودم آقا. الان دارم میرم خونه. بشین سر جات. سوال پرسیدین جواب دادم دیگه. آقا اجازه، تازه گوشیام آورده مدرسه، از اولی کلاس داشت چت می‌کرد. حرام علی آدم فروش. 2 دقیقه به خود تنفس بده. مگه نگفتم موبایل سر کلاس نیاری؟ آقا اجازه، دوست دختر من شکاکه، اگه چت نکنم کات میکنه. تو دوست داری زندگی منو خراب کنی؟ نه.
دوست دختر تو این سن حسودی میکنی؟ با کی چت می‌کردی؟ هلینا کرباسی فرد جرأت داری یه بار دیگه اسم فامیلی دختر منو بیار سر کلاس. اجازه من کل جدول مندلیوف بلدم پس نیازی نیست سر این کلاس بمونم. نام عناصر ردیف اول جدول مندلیوف به صورت عمودی رو نام ببر. هلینا کرباسی فرد. واسه اسم دختر منو میاره. مگه نگفتم اسم دختر منو نیاد میذارم. سوالتون بود. میتونم پا تخت ثابت کنم. بیا پا تخت ثابت کن. تموم شد. هلینا کرباسی فرد. داش اگه دو شاخه خود سرایی رو بزنی به خودش چی میشه؟ فرق بی‌نهایت بهت میده. شوخی کردم هیچ اتفاقی نمیفته. داش اگه فیش یو اس بی موس رو بزنی به شارژر چی میشه؟ اینجوری موس شارژ میشه. بی خیال هیچ اتفاقی نمیفته. داداش یه ایده نقاشی کردم که دیگه هیچ ماشین نیاز به سوخت نداشته باشه. نه بابا واقعا این آهن رو باز که داره ماشین رو به خودش میکشه و دیگه نیاز به سوخت نداره. تو کی هستی؟ خونه ما چی کار میکنی؟ بشین سر جات. پسر رو با خودمون میبریم. بچه‌ها اگه این مرغو بذاریم توی فضا و اون تخم بذاره تخمش نمیفته پایین. اگه گفتی چرا؟ بگو. شورت پاش بوده؟ نه چون تو فضا جاذبه نیست. احمق. اتفاقا من برای کلاس شما زیادی باهوشم. چی گفتی؟ آقا من کلی مطالب کلاس سومو بلدم. پسرخاله‌ام کلاس چهارم حتی از اونم باهوش‌ترم. پاشو بریم دفتر پیش مدیر ثابت کن. باشه. حتی اگر یکیش هم غلط جواب بدی برمیگردی سر کلاس و ساکت میشی وقت معلمتون و کلاس رو نمیگیری. فهمیدی؟ باشه. 6 ضرب در 6 36 9 تقسیم بر 3 همه رو درست جواب داد. به نظرم بفرست میشه کلاس چهارم. ببخشید آقای مدیر میشه منم چند تا ازش بپرسم؟ بله حتما. ممنون. اون چیه که درازه به مردم آویزونه با کم شروع میشه؟ کراوات. اون چیه که گاوا 4 تا دارن خانوما 2 تا دارن؟ پا. اون چیه که اولش سفت و خشکه بعدش نرم و مرطوب میشه؟ پاستا. یکی از اعضای بدن که با ک شروع میشه با ر تموم میشه؟ کمر. اون چیه که بعد از لباسش دراریشو بخوری؟ موز. به نظرم بفرستیمش کلاس چهارم چون چند تا سوالی که شما پرسیدین من خودم غلط جواب دادم. بابا خوبی؟ عمت داره زایمان میکنه نمیدونم چرا من استرس گرفتم. چون دل به دل راه داره. داداش میدونستی آدمای سرشناس شغلشون چیه؟ آدمای معروف بازیگرا؟ نه آرایشگر. بابا میدونستی کدوم لبنیاتی که به بدن انسان خیلی خدمت میکنه؟ نه. ماست. چون همیشه میگن خدمت از ماست. آیا دکتر چی شد؟ بچه سالم به دنیا اومد فقط یک مقدار باکتری داره. آیا دکتر میدونی باکتری کیه؟ نه عزیزم کیه؟ کسی که با قوری قهر کرده رفته با کتری. من پسرم تو چی؟ تا نبینم که باور نمیکنم. نشونم بذار پرستار بره نشونت میدم. جلوم آبیه. تو بازم دروغ گفتی رفتم مدرسه. مدیرت میگه مدرسه نبودی. بابا میدونی چه چیزی باعث میشه انسانو دروغ بگن؟ چه چیزی؟ مجازات صداقت. بابا 100 بار بهت گفتم پیرنت نده تو شلواره دیگه ترند نیست. آجی وقتی به بابا میگی پیرنت نده تو شلوارت یعنی در واقع میگی شلوارتو بده تو پیرنت. داشتم جارو برقی تمیز میکردم این هستفری رو پیدا کردم. مال کدومتونه این هستفری؟ هستفری من همون هفتسری مال کدومتونه این؟ اون وقتی داری جارو برقی تمیز میکنی خودت جارو برقی یا اون همچنان جارو برقیه؟ من برای کیسه زباله خریدم بیا. خیلی جالبه ما کیسه زباله میخریم بعدش میندازیمش تو. باشه رو تختش میدونستی اکثر آدما رو تخت ساخته میشن رو تخت به دنیا میان و رو همین تخت هم میمیرن. ببخشید من دستشویی بودم صابونتون از دستم افتاد زمین گفتم بهتون بگم. سالن وقتی صابون انداختی زمین به نظرت زمین تمیز شده یا صابون کثیف شده؟ خاله جان راستی بابت اسپرسو ممنون خیلی خوشمزه. نوشی جان خاله جان من قبلا باتیستا بودم. باتیستا مال کشتی. امیر به نظرت آب با طعم قهوه خوشمزه است؟ اسپرسو همین. سلام آقا. بازم دیر اومدی سر کلاس. آقا ترافیک بود ببخشید. تقصیر منه؟ شما وزیر حمل و نقلی؟ پس تقصیر شما نیست. بشین سجاد. اگه شبا 8 ساعت خواب کافی داشتی هم زود میومدی مدرسه هم انقدر مغزت معیوب نمیشه که ریاضی صفر بگیری. از نظر شما 8 ساعت خواب مفیده ولی از نظر من اصلا مفید نیست. اگه روزی 8 ساعت بخوابیم در سال میشه 2920 ساعت درسته؟ خب این یعنی 121 روز هدر دادن عمر در سال. بسه بریم سر درسمون. هر موجودی روی کره زمین
یه چیز مفید تولید میکنه. مثلا زنبور اصل تولید میکنه. آقا اجازه، انسان چی؟ انسان چی؟ اینجوری که انسان فقط اند تولید میکنه. امتحان املاتون رو تصحیح کردم. نفر اول 10 از 20 و همچنین بالاترین نمره کلاستون. که بگم برگردون؟ هیچی نگو. نمو